سلام بچه به ویدیو دیگه خوش اومدید. ما در این ویدیو میخوایم آموزش بدیم چطور شماره بازیکن خود را در این فوتبال تغییر دهید. بچه ما الان میبینید همونجوری که میبینید وارد این فوتبال میشیم. بچه ها وارد این گزینه که علامت زدم میشیم و اینجا روی گزینه 2 میزنیم. بچه ها اینجا همون گزینه‌ای که دوباره علامت زدم رو میزنیم. بچه ها اینجا همونجوری که میبینید میتونید شماره بازیکن خودتون رو تغییر بدید. ما الان مثلا میخوایم شماره کورتوا رو تغییر بدیم. ما الان میخوایم شماره کورتوا رو به 90 تغییر بدیم. بچه ها موقعی که شماره خود رو انتخاب کردین روی این گزینه میزنید. بچه الان همونجور که میبینید شماره کورتوا به 90 تغییر کرد. تا ویدیو دیگه خداحافظ. و لایک یادتون نره.